خب بچه سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من چند هفته پیش یکی دو تا دستور رو براتون گذاشتم داخل فضای یوتیوب، ولی خب چون داخل روی ویدیو من انگلیسی صحبت کرده بودم، شما خواستین که این دستورها رو بهتون بگم و فارسی صحبت کنم براتون. بریم با هم دیگه این دستورها رو بچه‌ها چک کنیم. لطف کنین به خاطر اینکه از من حمایت کنین بتونیم کارهای بیشتری رو با هم دیگه انجام بدیم و همینطور که همیشه میگم یه تیم بزرگ طراحی طلا جواهر داشته باشیم. حتما کانال منو سابسکرایب کنید بچه‌ها، زنگولش رو بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید برام و با هم در ارتباط باشیم و چیزایی که لازم دارید رو بگید تا من براتون طراحی کنم و امیدوارم که همیشه شاد باشید، پولدار باشید و سالم. خب دستور اول که بچه‌ها می‌خوایم در موردش صحبت کنیم داخل قسمت بلدر که بشین، سیگنت رینگ بلدر. این یه جونم براتون بگه که دستوریه که میتونه برای شما یه حالا مثلا حلقه های مردونه، رینگ های مردونه رو با توجه به سبک و سیاق ها و حالا فرم هایی که خودش داره تا حد زیادی براتون اونا رو طراحی کنه و خیلی میتونه کمکتون کنه. یه خورده باش کار کنید لم کارش دستتون میاد. ماجرا اینجوریه که این قسمت اول رینگ ریل رو از شما میخواد. من مثل همیشه 55 رو انتخاب میکنم و بعد با توجه به سایز و ابعادی که شما روی انگشتر یا حالا رینگی که بهتون سفارش دادن میخوایم بسازیم، میایم داخل این قسمت جونم براتون بگه فرم های آمادهش میشیم. میبینیم که یه عالمه اینجا کرو های آماده، فرم های آماده داره که شما میتونید از اینا استفاده کنید و گل روی کارتون و سطح روی کارتون رو برای خودتون انتخاب کنید. ما یه نمونه رو انتخاب میکنیم با هم دیگه تا بعد یکی دو تا دستور دیگر هم در کنارش با هم دیگه دنبال کنیم. مثلا من این شکل رو انتخاب میکنم بچه‌ها. خب بعد حالا این اندازه‌ای که الان شما اینجا میبینید، عرض و طول و ارتفاع و مثلا قسمت بغل انگشتر، اینا همه رو الان با هم دیگه جابجا میکنیم بهتر ببینیم. میایم اینجا قسمت استارت رو میزنیم و این انگشتری که ما لازم داریم و برامون اینجا میاره بچه‌ها. خب طول و عرضش رو که اصلا میبینید دیگه، مثلا اینجا گذاشته 18، اینجا گذاشته، اینم همون 18 تاست، ارتفاعش 3 تاست. حالا مثلا ما ارتفاعش رو میکنیم 2 تا، پهنای بغل انگشتر مثلا 2 تاست، ما اینو مثلا میکنیم 1.5. یه خورده دستکاریش میکنیم خودمون. این قسمت پایین انگشتر، اون جایی که اینجا میبینید از هم دیگه جدا شده، اینجا رو میتونید پهناشو بچه‌ها کم و زیاد کنید. ببینید اینجا رو میتونید کم و زیادش کنید. رو همون 6 5 اینا باشه اندازه‌اش خوبه. اینم باز قسمتیه که شما جونم براتون بگه که یه خورده کم و زیادش کنی. ببینید یه دستک این بغل داره، حالا این طرف بهتر تو زاویه سمت راست اینجا بهتر متوجه میشید. ببینید براتون کم و زیادش میکنه. قسمت داخلیه، انگار قسمت پایین انگشتر و قسمت داخلیشو براتون کم و زیاد میکنه. دقیقاً این ارتفاعشو براتون این کار انجام میده. نگاه کنید باز متوجه میشید. ببینید این دقیقا میاد اینجا، این قسمت براتون ارتفاعش رو کم و زیاد میکنه. خب این آخرین گزینش هم که زاویه‌ای که قسمت رینگ سایز، جایی که میخوایم مثلا انگشترتون رو سایز کنید، اینجا براتون کم و زیادش میتونن بکنه مثلا این دستور. حالا با توجه به اینکه خودتون بخواین تو چه زاویه قرار بگیرین، این دیگه دست خودتونه، هر چقدر که بخوایم میتونیم. حالا اینا زیاد مهم نیست، فعلا با اینا کاری نداریم. ما همینو انتخاب میکنیم، یک کلیک راست میکنیم و میخوایم با هم دیگه بریم ادامه دستور رو با هم دیگه ببینیم. خب حالا مثلا میبینیم که ما این انگشتر، حالا اون قسمت پایینش رو زیاد بهش توجه نکنید، بریم با هم دیگه اون دستوری که من گذاشته بودم داخل فضای یوتیوب و دیده بودید رو دنبال کنیم با هم. میایم با داپلیکیت ایج، کرو های دور تا دور این کار رو میگیریم، یک کلیک راست میکنیم، یک کنترل جی جوینش میکنیم، دوباره میایم داخل قسمت آفست کرو رو انتخاب میکنیم، داخل کرو و کرو رو انتخاب میکنیم بچه‌ها. میایم داخل قسمت سرفیس و اکسترود رو میزنیم، استریت و سالید و بوث دوتاش یس باشه، مثلا 0.5 بهش ارتفاع میدیم، دو طرفه بوث ساید روشن بود. حالا میایم دیفرنس رو انتخاب میکنیم و این جس و این جس از هم کم میشه. ما کاری که برای این دستور حالا الان بهتون توضیح میدم، چیزی که لازم داریم این صفحه روی این انگشتره. خب میایم داخل قسمت سالید و اکستراکت سرفیس رو انتخاب میکنیم، کپی رو هم یس میذاریم بمونه، این سرفیس رو انتخاب میکنیم، میذاریم داخل لایه قرمز و
این جونم براتون بگه که انگشتر رو کلا هایدش میکنیم. دوباره اون داخل قسمت کرو بچه‌ها و اکسترکت ایزو کرو رو انتخاب میکنیم. این یه دونه کرو اینجا قرار میدیم، دوباره انتخاب میکنیم دستور رو، تاگل رو میزنیم و حالتش رو از حالا افقی به عمودی یا عمودی به افقی تبدیلش میکنیم و ما این دوتا کرو رو به دست میاریم، میذاریمش داخل لایه آبی و میریم برای دستور پیو ولدر ببینیم با اون میتونیم چجوری روی این انگشتر خیلی راحت بچه‌ها سنگ یا جمتون رو یا حالا الماستون رو فرق نمیکنه بچینیم. این داخل قسمت جم میشیم بچه‌ها. این قسمت اول و قسمت ردیف اول و دوم، این گوشه آتو پیو ولدر رو انتخاب میکنیم. به ما میگه سرفیس رو بهش بدیم، رو سرفیس کلید میکنیم و سرفیس رو بهش میدیم، ساب میکنیم تا این سرفیس رو خودش انتخاب کنه و بعد دوباره کم رنگ میشه، انگاری ماجرا پر رنگ میشه کم رنگ میشه. این قسمت کرو رو انتخاب میکنیم، روش کلید میکنیم، این کرو رو بهش میدیم، دوباره پر رنگ کم رنگ میشه، یعنی اینکه انتخاب شده و همه چی درسته. میایم این داخل این قسمت بچه‌ها سایز هایی که شما برای مثلا اون سطح روی کارتون میخواین الماس بچینین، جم بچینین یا سنگ بذارید، ما همه رو مثلا یه اندازه میکنیم، کنیم و اینم همینطور دیگه. از بیس سایز مینیمم و ماکسیمم ما همه رو کنیم گذاشتیم بچه. و این قسمت فاصله بین سنگ ها رو میذاریم رو همین مینیمم خودش بمونه. دکمه ران رو میزنیم بچه، میبینیم که برای ما خیلی راحت اینا رو میچینه. خب حالا ما دو تا حالت داریم بچه، معمولا روی اینجور شکل هایی که مثل دایره میمونه و همه ابعاد اندازش یکسانه خیلی تغییری ایجاد نمیشه، ولی ما اینجا دوباره میتونیم کرو رو انتخاب کنیم و به جاش این کرو رو بهش بدیم بچه. این کرو رو که بهش دادیم دوباره ساب میکنیم، کم رنگ پر رنگ انتخابش میکنه، دوباره رانو میزنیم. میبینیم که ردیف انگار مثلا توی ردیف های مختلف حالت عمودی و افقی برای ما سنگ رو با توجه به اون کرو میچینه و خب این خیلی چیز مهمیه که بتونید ازش استفاده کنید توی زاویه های مختلف. حالا دوباره یه بار دیگه این کرو رو با هم دیگه انتخاب میکنیم و خب حالا دکمه ران رو دوباره میزنیم، میبینین جهتاش متفاوت میشه، سنگ ها رو متفاوت میچینه برامون. خب از اینجا بعدش هم که خیلی راحت من بهتون توضیح دادم دیگه، ما میتونیم تمام این سنگ ها رو انتخاب کنیم یا جونم براتون بگه که میایم با دستور آن گروپ یا حالا ردیف به ردیف سنگ ها رو آن گروپ میکنیم، دوباره همه رو باز گروپ میکنیم برای اینکه بتونیم خیلی راحت بریم داخل قسمت سیتینگ یا پرایم بلدر رو انتخاب کنیم، سنگ ها رو چنگ هاشو براش بچینیم. حالا ابعاد اندازه چنگ ها رو چون من خیلی توضیح دادم دیگه توضیح نمیدم که ویدیو طولانی نشه و خب حالا همین رو مثلا انتخاب میکنیم که کاملا هم ببینیم که غیر استاندارد و اصلا چیز جالبی از آب در نیومد. خب ما دستوری که داشتیم با هم دیگه دوباره اینو روشن میکنیم، ما کل این انگشتر رو پاک میکنیم با هم دیگه، میریم دوباره یه انگشتر دیگه با یه ابعاد و اندازه دیگه بچه‌ها انتخاب میکنیم برای خودمون، داخل قسمت بلدر سیگنت رینگ بلدر رو انتخاب میکنیم، میایم سطح روی کارش رو حالا اگه بتونیم یه مستطیل پیدا کنیم که یه خورده این تغییر چیدمان سنگ ها برای شما خیلی فاحش باشه و متوجه منظور من بشید خیلی بهتر. خب ما این شکل رو انتخاب میکنیم، دوباره استارت رو میزنیم تا انگشتر رو برای ما رینگ ریل رو بچه تا انتخاب نکنین، سایز رینگ ریل رو یا رینگ ریل نداشته باشین این کار رو براتون انجام نمیده. دوباره استارت رو میزنیم، انگشتر رو برای ما میاره، میایم قسمت حالا عرضش رو یه خورده بچه‌ها کمتر میکنیم که حالت مستطیلی شکل پیدا کنه و خب قسمت پایینش هم برای اینکه خیلی دیگه زشت نباشه ما درستش میکنیم، حالا سعی میکنیم یه خورده شبیهش باشه. اینم که رو همون 90 بمونه، اینم مثلا حالا رو همون 90 بمونه و این رو هم 6 میذاریم بمونه. خب حالا زیاد با این کاری نداریم دیگه، بعدا مفصل اگه سوالی داشتید بچه‌ها راجع به این ماجرا حتما به من بگید که در مورد این دستورم مفصل‌تر براتون توضیح بدم. بیشتر میخواستم ماهیتش رو بدونید چجوری کار میکنه و خب میتونه خیلی بهتون کمک کنه، ولی از یه جایی به بعد یه سری چیزاش مشکل داره که حالا بعدا قطعا توضیح خواهم داد توی ویدیوی دیگه. بریم دوباره آتو پیو ولدر رو انتخاب کنیم بچه‌ها، سطح روی کار رو انتخاب کنیم. البته دیگه نمیخوام یه آفست بزنم و یه صفحه دیگه ایجاد کنم، همین صفحه رو انتخاب میکنیم، کپی اس داخل این صفحه سبز لایه سبز فسفوری رو میذاریم بمونه
دوباره میریم داخل قسمت کرو و اکسترکت دیزو کرو رو انتخاب میکنیم، یه دونه اینجا قرار میدیم، دوباره انتخاب میکنیم، تاگلش میکنیم و یه دونه هم اینجا انتخاب میکنیم که این دوتا کرو رو دوباره ما میذاریم تو همون لایه آبی بمونه. بچه ها میریم دوباره قسمت جم آوتو پیو بلدر رو انتخاب میکنیم، سرفیس رو بهش میدیم بچه ها. بعد اینکه سرفیس رو انتخاب کرد رینگ رو اسخای میکنم کرو رو بهش میدیم، کرو هم که انتخاب شد رانو میزنیم. بچه میبینید برای ما چجوری سنگ ها رو میچینه، چقدر سریع و چقدر راحت. خیلی دستور مفیدیه بچه ها. شاید هر جایی نتونی ازش استفاده کنی، مثل قسمت هایی که حالا یه خورده سطحمون بالا پایین میشه که حتی اونجا هم میشه انتخاب کرد، یه خورده زمانش فقط بیشتر از اینه، ولی خب باز هم میارزه به اینکه نخواین دونه دونه با دست بچینید. حالا دوباره کرو ما بهش میدیم و این کرو بالا رو انتخاب میکنیم بچه ها. دوباره رانو میزنیم، میبینین سنگ ها رو یه مدل دیگه برای ما میچینه. این بستگی به این داره که واقعا مشتریتون یا خودتون دوست داشته باشین تو چه زاویه این سنگ ها رو بچینید، که خیلی چیز راحتیه، خیلی کار خوبیه، خیلی خوشگل میکنه کارو بچه ها. خب اینم از این. اینجا اگه دکمه دانو نزنید بچه ها و مثلا فقط یک کلیک راست بکنید چه اتفاقی نمیفته، باید حتما دانو بزنید تا سنگ ها رو براتون بچینه. بیایم با هم دیگه یه دستور دیگر رو هم سریعا پیش ببریم با هم. ما مثل این صفحه یه دونه کپی میکنیم رو به پایین، مثلا اینجا قرارش میدیم بچه ها. اوکی، میایم همین داخل قسمت جم این پیو کلا یه دستور، این چند تا دستوری که پیو داره حالا دستورهای خیلی خوبیه، میتونیم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم، خیلی به درد بخوره، کار خیلی خوشگلی میتونیم باهاش در مثلا بسازیم، کار خیلی نابی میتونیم درست کنیم باهاش. خب بچه من عذرخواهی میکنم، گوشیم زنگ خورد، مجبور شدم ویدیو رو پاس کنم. بریم با هم دیگه گفتم این قسمت جم و دستور پیواژر بلدر رو استفاده کنیم، ببینیم چه کار باحالی میتونه برای ما انجام بده. دستور انتخاب میکنیم بچه ها، صفحه بالایی رو بهش میدیم تاپ، صفحه پایینی رو هم بهش میدیم باتم و جم ها رو که انتخاب کرده بودیم. خب ببینید بچه ها یه قسمتی داره، این هگزاگونی که اینجا داریم میبینید هگزاگونال نوشته، اینو اگه خاموشش کنیم همون انگار سطحی رو که ما داریم و خیلی دایره‌ای شکل برامون انگار حالت طبیعی خودش نرمال خودش در نظر میگیره. این هگزاگونال که بزنیم همه رو برامون 6 ضلعی میکنه. خب بعد حالا اینا یه سری قسمت هاییه که بعدا خودتون با کم و زیاد کردنش متوجه کار کردن باش میشید دیگه. ضخامت دور اون مثلا استوانه رو برای ما، قسمت پایین اون استوانه رو برای ما بالا پایین میکنه، ارتفاعش رو برای ما اندازه میگیره. وقتی که ما این کار رو انجام بدیم، عذرخواهی میکنم، وقتی که ما این کار رو انجام بدیم بچه‌ها چه اتفاقی رقم میزنه برای ما؟ یه خورده فکر کنم سیستم گیر کرد. ببینید ما دقیقاً زیر کار، یعنی مثلا به جای که شما بخواید با جم کاتر اینو مثلا تیکه تیکش و دونه دونش رو برای خودتون سوراخ کنید، این میتونه برای ما این کار رو انجام بده و خب یه سطح حالا 6 ضلعی طوری برای ما این کار رو انجام بده. میبینید دقیقاً شما دوباره تمام اینها رو میتونید جونم براتون بگه که با توجه مثلا با دستورهای مثلا دیفرنس و حالا بولیان اسپلیت و اینا همه رو میتونید برای خودتون مثلا چیز کنید، جونم براتون بگه. میبینید بچه چه شکلی میشه کار، چقدر خفن میشه. حالا چون باید جسم ما قطعا بسته باشه، یعنی پالی سرفیس باشه، دوتا سرفیس باشه، این شکلی میشه، ولی من توضیح میخواستم بهتون بدم که چقدر راحت میتونید زیر کارتون و زیر سنگتون انقدر خوشگل شکل مثلا بهش بدید یا طرح خوشگلی بهش بدید که خب قطعا توی روند کاریتون خیلی بیشتر تاثیر میذاره. مشتریتون وقتی یه کار اینجوری میبینه خیلی بیشتر به کارتون اعتماد میکنه و خب قطعا سفارش کارهای بیشتری میگیرید، قطعا میتونید پول بیشتری در بیارید و خب تجربه کاری خیلی خوبیه براتون تا اینکه بتونید خودتون خیلی مستقل برای خودتون همه سفارشاتون رو بزنید و به نظرم خیلی به درد بخور و کاربردی. امیدوارم که دوست داشته باشید بچه‌ها این چند تا دستور خیلی مهم و بتونیم که با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم. یادتون نره که حتما چنل منو سابسکرایب کنید، لایک بذارید برام بچه‌ها. تا زمانی که شما ویدیو رو لایک نکنید من نمیتونم برم داخل اکسپلور و خب ویدیو بیشتر دیده بشه و بتونیم پیشرفت بیشتری رو با هم دیگه داشته باشیم.
پس لطف کنید که این کار انجام بدید، کامنت بذارید، نظراتتون رو به من بگید و اینکه دوست دارید ویدیوهای فارسی براتون ضبط کنم، دوست دارید ویدیو انگلیسی براتون ضبط کنم، اینا رو به من بگید لطفا. عذرخواهی میکنم. من منتظر نظرات شما هستم بچه‌ها و حتما با هم دیگه در ارتباط باشیم، کامنت بذاریم برای من، کلی صحبت کنیم و بتونیم ویدیوهای بیشتری رو ضبط کنیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم. به خدا میسپارمتون و فعلا.